خوش اومدین به کانال پرشین مووی. فیلم امروز در مورد دختری که عاشق برادر ناتنیش میشه. اسم این فیلم بی سر نخه. فیلم با نشون دادن زندگی لاکچری یه دختر به اسم چر و زندگی شاهانه‌ای که اون داره شروع میشه. اون با بهترین دوستش ایون تو دبیرستان ولستون درس میخونه. یه روز صبح که چر داره واسه باباش آب میوه میگیره، اون بهش میگه که برادر ناتنیت میخواد بیاد به دیدنت. جاش یه پسر خیلی سکسی و دانشجوه. تو صحنه یه بچه با یه ماشین جیپ میره سراغ ایون تا برن دوست پسرشو ببینن. اون دو تا وقتی همو میبینن بحثشون میشه و چر هم اونا رو تنها میذاره. چر خیلی با ایون فرق داره. اون هیچ دوست پسری نداره چون از بچهای دبیرستانی خوشش نمیاد. تو صحنه یه بچه رو میبینیم که یه دختر خیلی درس خونه و داره کنفرانس میده، اما هیچ کدومش توجهی به صحبتاش نمیکنن. آخر کلاس معلم کارنامه‌هاشون رو بهشون میده و چر از اینکه یه نمره پایین داره ناراحته و از پدرش میترسه. وقتی به خونه میرسه میبینه که جاش رسیده و جاش هم که خیلی شیطون سر به سرش میذاره. اونا با باباشون غذا میخورن و باباش هم از چر میپرسه چرا انقدر نمرت بد شده. چر هم کلی بهونه میاره و میگه دادم مخ معلمم میزنم که نمرم بالاتر ببره. و خوشبختانه بابای یوبسش عصبانی نمیشه. روز بعد چر تصمیم میگیره واسه معلم بد اخلاقش یه دوست دختر پیدا کنه. پس تصمیم میگیره اونو به یه معلم دیگه معرفی کنه. اینجوری روحیه معلمشون بهتر میشه و بهشون بیشتر نمره میده. یه روز معلمشون میاد و یه دانش آموز جدید رو بهشون معرفی میکنه، اما چون ظاهر ساده‌ای داشته بقیه مسخرهش میکنن. چر هم دلش میسوزه و میخواد با اون دوست بشه تا با بقیه آشناش کنه. اسم این دختر تایه و میخوان روی اعتماد به نفسش کار کنه. روز بعد تایو میبینیم که تراویس میخواد مخشو بزنه، اما چر بهش میگه این پسره به درد نمیخوره. چر میگه تراویس یه پسر دست و پا چلفتیه، بجاش بیا با التون دوست شو که خیلی معروف و خوشتیپه. اون روز بعد تایو به خونش دعوت میکنه و حسابی به سر و شکلش میرسه. جاش هم داره از دور تایو دید میزنه. بعدم چر میاد کلی پوز میده که من به تای کمک کردم جلوی بقیه آبروش نره، اما جاش به حرفاش اهمیتی نمیده. روز بعد تای موقع عکاسی خیلی خجالت میکشه، اما التون دستشو میذاره روی شونش و بهش میگه بخند تا عکس بگیریم. اونا اون شب به پارتی مدرسه میرن و تای کم کم از التون خوشش میاد، اما به نظر پسری نقشه‌ای داره و زیادم به تای علاقه نداره. حالا ایون رو میبینیم که طبق معمول داره با دوست پسرش دعوا میکنه. اون از دستش عصبانی و میگه چرا موهاتو کوتاه کردی؟ من از کچله خوشم نمیاد. بعد مهمونی وقتی التون چر رو میرسونه دم خونه‌شون میخواد اونو ببوسه، اما چر اصلا خوشش نمیاد و از اونجا پیاده میشه. اما از وقت بعدش جای بعدی پیاده میشه و یه خفگیر میاد سراغش. خفگیر همه چیزش رو ازش میگیره. چر هم زنگ میزنه به جاش تا بیاد سراغش. البته جاش مشغول یه دختر دیگه بود. روز بعد وقتی تای میفهمه التون چقدر لاشی ناراحت میشه و بچه‌ها تصمیم میگیرن که واسش یه پسر دیگه پیدا کنن. روز بعد یه دانش آموز جذاب به اسم کریستیان میاد به کلاسشون و چر برای اولین بار از یکی خوشش میاد. پس سعی میکنه مخشو بزنه و موفقم میشه. کریستیان اون رو به یه قرار دعوت میکنه و جاش هم اتفاقی میاد همونجا. و وقتی چر رو میبینه که انقدر به خودش رسیده جذبش میشه و به کریستیان هم حسودی میکنه. یه روز چر زنگ میزنه به کریستیان و میگه مامان بابام رفتن خونه خالیه، بیا اینجا با هم آش بخوریم. دوستش ایون هم میاد کمکش تا حسابی به سر و وضعش برسه و امشب یه شب رویایی داشته باشه. شب که میشه کریستیان میاد و با هم دیگه روی تخت فیلم میبینن. چر توی تخت میخواد خودش رو به کریستیان بماله، اما کریستیان خیلی یوبسه و تحریک نمیشه و فقط داره فیلم میبینه. روز بعد چر واسه دوستاش تعریف میکنه که نتونسته ترتیب کریستیان رو بده. اینجا موری حسابی میخنده و میگه اسکل کریستیان همجنسگراست. ایون که پشماش از این حرف موری ریخته یهو کنترل ماشین رو از دست میده، اما وقتی موری فرمونو میگیره نمیدونم چی میشه که میزنه بالا و میرن تو حلقه هم دیگه. چرم از اینکه میبینه خودش سینگل و کریستیان هم همجنسگراست ناراحت میشه، اما تصمیم میگیره باش دوست بمونه. اون کریستیان رو دعوت میکنه تا باهاش بیاد خرید، اما یهو تایو میبینه که چند نفر دارن اذیتش میکنن. اون کم مونده بود پرچه پایین که یهو کریستیان میاد و نجاتش میده. این داستان حسابی تو مدرسه سر زبونا میافته و همه میخوان داستان تایو بشنون. اما وقتی تراویس به تای نزدیک میشه تای زیاد تحویلش نمیگیره. اینجا چر میفهمه که تای دیگه اون دختر قبلی نیست و خیلی اعتماد به نفسش رفته بالا. این یعنی محبوبیت چر میاد پایین و تای جای اونو میگیره. بعد از اینکه چر توی آزمون رانندگی رد میشه ناراحتیاش هم بیشتر میشن. یه روز تای میاد خونه چر رو بهش میگه اون داداش جیگرطلاتو واسم جور کن، اما چر بهش میگه شما دوتا به درد هم نمیخورید. حالا از تای اصرار و از چر انکار. آخرش تای خیلی عصبانی میشه، شروع به مسخره کردن چر میکنه، میگه تو حتی تو آزمون رانندگی هم قبول نشدی. بعدم با پرویی بهش میگه تو یه باکره‌ای که حتی نمیتونه رانندگی کنه. شنیدن این حرفا از کسی که چر خودش اونو بالا کشیده و بهش کمک کرده خیلی ناراحتش میکنه. چر حسابی به هم ریخت و اعتماد به نفسش هم اومده پایین. بعد فکر میکنه که چرا واقعا دلش نخواست جاشو با تای جور کنه. اون انقدر به این فکر میکنه تا میفهمه که خودش عاشق جاش شده. وقتی اینو میفهمه همش به جاش میچسبه تا حالش بهتر بشه. خلاصه خیلی تغییر میکنه و جوگیر میشه و شروع میکنه به صورت داوطلبانه کمک‌های مردمی رو واسه قربانیان بلایای طبیعی جمع کردن. وقتی تراویس میاد و وسایل
اسکل خودشو برای قربانی‌ها اهدا میکنه، چر خیلی دیدش نسبت به اون عوض میشه. حتی حاضر میشه با اون به یه مسابقه اسکی بره. اون اونجا تایو میبینه و تصمیم میگیره دیگه با هم دعوا نکنن و از هم دیگه معذرت خواهی میکنن. یه بار چر به برادر ناتنیش کمک میکنه تا مدارک شرکت رو دستکاری کنن، اما وقتی کارمندای پدرش اینو میفهمن خیلی از دستش عصبانی میشن و تهدیدش میکنن. اما جاش از اون دفاع میکنه و بعدم میره روی پلا میشینه و باهاش صحبت میکنه. جاش سعی میکنه حال چر رو بهتر کنه و همینجوری که دارن حرف میزنن متوجه احساسشون نسبت به همدیگه میشن و در نهایت جاش لبو ازش میگیره. اما صبر کنین، قبل از اینکه حالتون به هم بخوره یه نکته رو بهتون بگم. درسته که جاش برادر ناتنی چره، اما مادر و پدر اون کسای دیگه‌ای بودن. مادر جاش وقتی که از شوهرش طلاق میگیره میاد و با بابای چر ازدواج میکنه. پس اون دوتا نسبت خونی با همدیگه ندارن. خب تو صحنه بعد یه عروسی داریم و اونم عروسی کفترای عاشق مدرسه است و تمام دانش آموزام دعوتن. اینجا تای ترویس رو میبینیم که با هم دوست شدن و دل میدن و قلبه میگیرن. چر و جاش هم که به هم رسیدن. خانم معلمم دسته گلشو پرت میکنه و چر اونو میگیره و فیلمم با بوسه این دوتا مرغ عشق تموم میشه. ممنون که این فیلم رو با من تماشا کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله بغلش هم بزنین.